به نام خداونده که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. البته این وبایی که امروز این تمام جهان را فرا گرفته است با نام کرونا ویروس یا تاج ویروس یا کووید 19 نه فقط مشکلات کشوری ما بلکه تمام عالم را فرا گرفته است و مسائل خواندن نمازها را همچنین شما قید کردید. فقط مشکلات تنها کشور ما نیست، کشورهای همسایه از اون جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، همه اینها پیشتر از ما با بستن مساجد در ماه مبارک رمضان و خواندن نمازهای دسته جمعی تصمیم خود را گرفتند. علاوه بر این کشورهای عربی هم و اینچنین کشورهایی که حتی نظام اسلامی دارند از اون جمله پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، اونها همین تصمیم ما گرفتند که در ماه مبارک رمضان نمازهای دسته جمعانه در مساجد خوانده نشود و این معنی ندارد که خواندن نماز تراویح از گردن مردم ساقط می شود. یعنی همچنین که در قرار هم هست، رئیس شورای علما همین را قید کردن، افراد هر یک فرد مسلمان خانه‌خواه در ماه مبارک رمضان برای خواندن نماز تراویح ذوق و شوق خاصه خود را دارد. بنابراین هر یک نفر می تواند که در خاندان خود همراه همسر خود و بستگان خود نماز تراویح را با جماعت ادا نماید. فقط دسته جمعانه در مساجد خواندن اینها موقتا، اینم نه به طرز دائمی بلکه موقت تا اینکه تا از می رفتن همین مشکلات. و خداوند منان هم در قرآن عظیم شان در سوره بقره می‌فرماید که استعیذ بالله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی خود را به دست خود به ورطه هلاکت ناندازید. البته این مدت ما در مسجد رو بستیم به خاطر همین، اما کشورهای همسایه همه کشوده بودن. بعد کشورهای همسایه بند کردن، بعد اونها بعد بستن اونها که در واقعا در کشورهای ازبکستان و دیگر که رسما به قید گرفته شد این بیماری، از سببی که اونها هم به کشور ما خیلی هم نزدیکن، هم رفت آمد و دیگر کارا هستن، بعد اونها تصمیم شورای علما به خاطر بهداشت به خاطر هم سلامتی این تصمیم رو گرفت. نماز تراویح از کلمه ترویحه گرفته شده به معنای با راحت خواندن. یعنی یه نفر 4 رکعت وقتی که نماز انجام میدهد، با عادت مردمی آسیا همین است که آسیا مرکزی همین است که بعد هر یک 4 رکعت تسبیح میگن، سبحان ذی الملک میخونن، یا که همون تسبیحی که در بین ما مشهور و معروف است همون رو میخونن با راحت. یعنی و با جماعت خواندن نماز تراویح سنت تأکیدی کفایه است. خودی خواندن نماز تراویح این سنت تأکیدی عینی است. هر یک فردی که چه زنی مسلمان چه مردی مسلمان و سن بلاغت رسیده باشه و نماز خوان باشد و نماز تراویح را در ماه مبارک رمضان بخونه. حتی افرادی که بیمار هستند، حتی گرفتن روزه برای آنها از جانب شریعت دستور داده نشده است، خواندن نماز تراویح بر ذمه‌شون سنت تأکیدی است. این تراویح محسوب نمی‌شود، این نماز نافله است، این نماز شب است. نماز تراویح طبق مذاهب اهل سنت و جماعت 20 رکعت یعنی تصدیق شده است و این اجماع علما است. اجماع است در اینکه 20 رکعت خوانده میشه نماز تراویح. 8 رکعت نیست. نه 20 رکعت. از صحابه کبار این چیز روایت شده است که 20 رکعت نماز تراویح خوانده میشه. روزه گرفتن باعث سلامتی انسان است و این چیزهایی که در عالم البته امروز سر میزند یا که رخ میدهد برای دین مؤمن اسلام یعنی پدیده نو نیست. اینا هم از چیزهای تکرار هستند. حتی در خود زمان پیغمبر علیه السلام چونی وبا سر زده بود و پیغمبر علیه السلام تاکید کردند که هر جا که وبا باشد از اونجا نبرایید و هر کسی که بیرون از شهر باشد وارد اون شهر نشود. یعنی اگر چقدر اگر ما به این مسئله فکر کنیم نظر کنیم، اگر اساسگذاری به اصطلاح امروزه کرانتینویی که با چنین چیز تا اینکه با شریعت نیابن گرفتار نشوند، پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از خودشون تاکید کرده بودند که هر جایی که بیماری های سرایتی باشد اگر اونجا وارد نشوید و اگر اونجا باشید از اونجا بیرون نبرید.
در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، در زمان خلفای راشدین هم این چیز به تاریخ این چیز رو به قید گرفته شده است. با همه مردم دیار، خصوصا با جوانایی که با هر افرادی که در کشور ما زندگی میکنن یا بیرون از کشور ما زندگی میکنن، در ماه مبارک رمضان روزه داشتن این ماه مبارک رمضان آرزومندم و توفیق بر طاعت، پرهیز از معصیت کرامت فرماید خداوند و خدا کند که ماه مبارک رمضان رو همش رو با طاعت عبادت با چهره کشاد استقبال نمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.